سلامی دوباره به تارنیشت های خوب چنل. یه ویدیوی خیلی کاربردی آوردم واسهتون. از اونجایی که تو الدن رینگ آپگرید سلا یکی از مهمترین کارهایی هستش که در طول پلی استریتون باید انجام بدین. تو این ویدیو اومدم براتون راحت ترین راه گرفتن سامبر 1 تا 9 ارلی گیم رو بهتون نشون بدم. راحت سلاح لژندری خودتون رو لول اپ. فقط سابسکرایب رو یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب من یک کاراکتر کاملا جدید ساختم و از نقطه گیت فرانت میرم که اولین سامبرمو بگیرم، یعنی سامبر 1. این راهی که تو نقشه بهتون نشون میدم رو دنبال کنید. حتما ویدیو رو استاپ بزنید تا راحت بتونید به این مکانی که مشخص کردم بیاید. وقتی به اینجا رسیدیم یک جنازه رو صندلی است که واسمون سامبر 1 رو داره. بعد از گرفتن اولین سامبر به سمت دریاچه سمت راست میریم و وارد این خرابه‌ها میشیم. داخل زیرزمین این خرابه‌ها یک چست وجود داره که ما رو مستقیم به کیلی تلپورت میکنه. بعد از تلپورت شدن تو این دانجن به هیچ وجه با هیچ کدوم از انمی‌ها فایت ندید و مستقیم به سمت جلو حرکت کنید تا گریس پوینت رو فعال کنید. بعد از رست کردن اثر ترپ که اون بالا هست از بین میره و شما حالا میتونید نقشه‌تون رو باز کنید. به این مسیری که رو نقشه نشون میدم برید تا مپ کیلی رو باز کنید. بعد از باز کردن مپ مستقیم به سمت این ساختمون میرید تا این سوسک کیوت که داره با خودش سامبر ما رو حمل میکنه میبینید. بعد از زدنتون سامبر 8 ما رو میده. بعد از گرفتنش به سمت چپ و پایین پل برید. یه سری جنازه دور هم جمع شدن. یکی از اونها سامبر 9 و بقیه یه سری آیتمای دیگه ای داره. الان در حال حاضر ما سامبر 1 8 9 رو گرفتیم که راحت ترینش بود. بعد از اون برمیگردیم به گریس پوینت گیت فرانت و میرید تو نقشه فینگر ریدن کرون رو مارک میکنید و به سمتش میرید. بعد از رسیدن به ته به سمت صخره پایین میریم و همین مسیر رو به سمت جلو ادامه میدیم. این راه در واقع میانبری برای رد کردن باس فایت کادریک و مارگوت هستش و راه سریعتر رسیدن به لیورنیا. بعد از فعال کردن گریس لیک فیسینگ کلیف به سمت پایین صخره میریم تا برسیم به گریس پوینتی که نزدیک دریاچه است. بعد از فعال کردن گریس پوینت نزدیک دریاچه نقشه مپ هم که همون نزدیکی هستش پیدا میشه. مپ رو بگیرید و دقیقاً به سمت راست برید و از پیوریفاید رونز بگذرید تا به تلپورتر برسید تا تلپورت بشید. بعد از تلپورت شدن گریس جلوی در رایال لوکاریا رو فعال میکنید. بعد از فعال کردن میتونید به این نقطه بیایید تا مپ این منطقه رو باز کنید و یا میتونید مستقیم مارکی که روی نقشه گذاشتم رو برید تا فقط کلید رو بردارید. بعد از رسیدن به این اژدها دورش میزنه و کلیدی که پشتش هست رو میگیریم تا بتونیم وارد رایال لوکاریا بشیم. بعد از وارد شدن از آسانسور استفاده میکنید تا بریم بالا. وقتی وارد این کلیسا میشید از سمت راست به پشت این دیوار بیایید تا سامبر 3 تون رو هم بردارید. بعد از اون گریس رو فعال کنید تا اگر مردید دوباره از همینجا اسپان بشید. بعد از اون مسیر رو به سمت جلو ادامه بدید تا برسید به این پلتفرم. حتما اینجا رو فول اسپرینت بیایید تا از خطراتی که دور و بر هست و از انمیایی که دور و بر هست زنده بمونید. وقتی رسید به این پلتفرم بپرید روش تا به بالا برید. بعد از اون میتونید این گریس رو فعال کنید. حالا به سمت دیگه پلتفرم میرید، جایی که شما رو میبره پایین. وقتی به پایین رسید اجازه میدید این انمی شما رو یه بغل گرم کنه و به درون خودش ببره. بعد از این کار شما به ولکانو منر تلپورت میشید.
باشید. به سمت جلو و به سمت راست حرکت کنید تا برسید به این صخره. اینجا یک نکته حیاتی وجود داره و اینه که جوری از صخره بیافتید پایین تا فال دمیج نشید. تا بعد از اون این مسیر رو که تو ویدیو نشون میدم ادامه بدید. از روی سقف‌ها به این مسیر بپرین تا بالاخره میرسیم به سامبر 6 زیبامون. بعد از اون دوباره از سقف بیافتید پایین و این بار به جای چپ این مارمولک به سمت راست و وقتی از آسانسور رفتید بالا دوباره به سمت راست برید و سمت این جنازه ها بیایید و اینم سامبر 5 خوشگلمون. قبلا یه روشی بود که میشد توی همین ولکان منر سامبر 7 رو گرفت، ولی متاسفانه این توی آپدیت DLC پچ شده و دیگه نمیشه این کارو انجام داد. خب چون ما اینجا گیر افتادیم و هر چقدر میمیریم دوباره همینجا اسپام میشه، من نزدیکترین گریس رو بهتون نشون میدم تا بیرون از اینجا تلپورت کنید. حالا فست تراول ما دوباره فعال شد. به جلوی در رایال لوکاریا دوباره تلپورت میکنید. بعدش به سمت چپ نقشه که یه تلپورتر هستش میرید. روبروتون نقشه رو بردارید. این برمیگردیم به سمت جلو حرکت میکنیم. به این دیوار خیالی خیلی زایه ضربه میزنیم. جلوش گریس رو فعال میکنیم. سمت چپ گریس مستر ایجی هستش که بهمون سامبر 4 و 2 رو میفروشه. شاید یکم گرون باشه ولی با ویدیوی فارمی که گذاشتم واسهتون خیلی راحت میتونید رون جمع کنید و گریس هم که نزدیکشه راحت میتونید برگردید به اینجا تا ازش بخرید. خب الان تنها چیزی که مونده سامبر 7 هستش که من واقعا نمیدونم چرا، ولی سخت‌ترین سامبر برای گرفتن تو ارلی گیم هست. ولی یه روش بهتون یاد میدم که باهاش میتونید به تعداد نامحدودی شماره 7 رو داشته باشید. به این مسیر تو ویدیو ادامه بدید. بعد از فعال کردن گریس این چست رو باز کنید و آیتم سورد کی رو بگیرید. به تلپورتر اول برید فعال کنیدش و تلپورت کنید. خب گوش کنید اینجا خیلی مهمه. از اونجایی که گرفتن سامبر 7 توی ارلی گیم یکی از سخت‌ترین کارهایی که باید انجام بدیم و راه ساده‌تری برای اون نیست، من اینجا اومدم و از یک گلیچ استفاده کردم. خیلی شاید بگن استفاده از گلیچ بعد استفاده از گلیچ باعث میشه که تو گیم تقلب کنی. این بستگی به خودتون داره که میخواید این گلیچ رو انجام بدید میخواید ندید. من فقط جهت آموزش بهتون نشون میدم که چطوری میتونید این گلیچ رو انجام
انجام بدید. بعد از تلپورت شدن شما به کرامبلینگ فارم آزولا تلپورت میشید، ولی جایی که میخوایم نه، جای پرتش. با استفاده از این گلیچ شما میتونید اون جایی که میخوایم و اون جایی که سامبر 7 هست تلپورت بشید. این گلیچ هم روی پی سی و هم روی کنسول ایکس باکس و پلی استیشن کار میکنه و در حال حاضر امروز که 21 ژانویه 2025 هست همچنان این گلیچ پچ نشده و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب حالا بریم سر گلیچ. ببینید این گلیچ اینجوریه که شما باید گریس راوند تیبل هولد و فوربل فریز رو فیوریت کنید تا راحت بتونید بین این دوتا جابجا بشید. بعد از اینکه از فوربل فریز به کرامبلینگ فارم آزولا تلپورت شدید، همون جایی که هستید وایس میسید و باید کاری کنید که گیم وسط لودینگ ترافل شدن به راوند تیبل هولد کرش کنه. توی پی سی میتونید این کار رو با آلت F4 انجام بدید و توی کنسول میتونید منو رو باز کنید و گیم رو ببندید. گیم رو باید زمانی ببندید که دقیقاً لودینگ یه تیک مونده تا برسه به آخر و تکمیل بشه. بعد از انجام درست گلیچ به منطقه اصلی کرامبلینگ فارم آزولا تلپورت میشید. این مسیر رو ادامه بدید و خیلی حواستون باشه که نمیرید. سریع این گریس رو فعال کنید تا دوباره همینجا اسپان بشید، چون دوباره اگه بمیرید باید گلیچ رو دوباره انجام بدید. دوباره این مسیری که نشون میدم رو برید و بازم تاکید میکنم که حواستون باشه نمیرید، چون اینجا منطقه برای آخرای بازی هستش. شما در واقع نباید اصلا اینجا باشید. بعد از فعال کردن این گریس به روبروتون برید تا بلبرینگ رو بگیرید. این بلبرینگ رو وقتی به توین میدن هاسک بدین بهتون به مقدار نامحدودی شماره 7 میفروشه. اینم بود از سامبر 1 تا 9 ارلی گیممون. بازم امیدوارم که این ویدیو مفید بوده باشه. سابسکرایب یادتون نره، خیلی خوشحالم میکنید. با فعال کردن زنگوله از ویدیوهای جدید با خبر بشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.